سلام علیک برادر یختنین. روز مولود خوشحالی هم جشن تزوف درو. لپت کوخه خانچود ماش فرنگر نزدیک. ماش مزبر نزدیک ودلاکت. ارو فکت خدیرین بغیر لبدلوم. گفتر خسین سول نچه سینه ترو کوری فرمه آمدو و کور ارو زورت سکنین. بعد سوی ورودار ولنتیورین برکت ورین فکت ارو لب باشان ده ایو مگجاد ماشان چه سید تموشوید غلا مینتین چه سید خوا قدر وکنید و زلکی کف خطوه ارو لب غیبت مانفشی در کمنتار روستت ماش هر چیز سکنه ماشن است جوف خری چوجن نیست ماشن فکت خوبت چوجن خود من خود میست خوبت ولنتیورین خوبت پیزان هر چیز گم سکنه در لبخه غلا مینت درکو بعد کس دیف مینتین روستت تچسه که قونه پومیرنگه که قونه پومیره ارو فقط تیرته ترانگ فقام یک جو فقط دوست نیم به نیم نلیم ماشام ارو چیز نیست اوز خود انجام اوزم سول ایجوف نلیم جزم یک دیزگه درچه اوزم دیزگه چیز لیم سپیکتیم و آدرسی کزم دیزگه جوه تا اوزم پومیره میشون این ماش ختم است فقط پومیره این سردک ماشن نیست ارچن ارو درند ودتر جای درم مینت خیلی نوین تو فقط ارو زلی کرو اشیب که خطوه ماشن درو چه نوشتت یا مدیا بدخو کسان ایش به مقصد نرسد گر یک بد نکنی تو به خودش سر نرسد من نیک تو را خواهم و تو خواهی بد من تو نیک مرا نبینی و به من بد نرسد بزرگی نیست گوز من گام دوش انشاءالله ماشا ممید غلط میست غلط طلب ده آرو برودار اختنین ماشام می چیز منفع جو نیست ماشام دیزگه کچا بچه همو ارو اخوانی توزا پو میرنگه قلا بسیارید لپت چیز تمرله تماشایی باسه
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. به نام طلبم به خداوند از شیطان مردم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خدا نور آسمان ها و زمین است. داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای که تلالوی آن گویا ستاره‌ای هست درخشان و روشن از درخت مبارک زیتون که شرقی و غربی نیست و شرق و غرب جوان بدان فروزان است و به آنکه آتش زید آن را برافروزد خود به خود جهانی را روشنی بخشد که نور معرفت حقیقت بر روی نور خود قرار گرفته و خدا هر کی را خواهد با نور خود هدایت کند و این مثلها را خدا برای مردم میزند و خدا برای همه امور داناست. حق از سخن پروردگار عالی و بزرگ. Прибегаю к защите Аллаха от козней шайтана. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Аллах свет небес и земли, Его свет души верующего подобен нише, который находится светильник. Светильник заключен в стекле, а стекло подобно жемчужиной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не освещается солнцем, только с востока или только с запада. Его масло готово даже светиться без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого. Аллах направляет своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям к притче, и Аллах знает от всякой вещи. Всемогучий Аллах говорит правду. I seek Allah's protection from Satan the accursed. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Allah is the light of the heavens and the earth. The parable of His light is as image within which is a lamp. The lamp enclosed in glass, and the glass as it were a glittering star, lit from a blessed tree, and olive neither of the east nor of the west, whose oil will not shine, even if no fire touched it. Light upon light. Allah guides to His light whom He will. Allah sets parable for men, and Allah has knowledge of everything. Almighty Allah has spoken the truth. الهی هر کی تو را شناخت و علم مهر تو افراخت
هرچه بغیر از تو بود به افراخ. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و حیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ زاد روز شهیدین است مبارک بادا، عید در روی زمین است مبارک بادا. حریان جمله فرایید که امروز زمین نکم از خلد جبین است مبارک بادا. سرور ما که مانند سلیمان نبی صاحب تخت و نگین است مبارک بادا. شاه کریم ابن علی شاه ز خداوند ودود نور در روی زمین است مبارک بادا. این لحظه خواهرمون تبسم میخواهند تمنیاتی داشته باشند بر این روز بزرگ برای جماعت. مرحمت. Ya Ali Madad Al-Jamahat. On December 13, 2024, Ismailis around the world celebrate the 88th birthday of Maulana Hazrat Imam, an occasion to reflect on the unique spiritual connection that connects each murid with the Imam of time. The celebration of the birthday of the Hazrat Imam is an occasion for Ismailis to reflect on the unique spiritual connection that connects each murid with the Hazrat Imam. It also gives us the opportunity to express our love, loyalty and devotion to the Imamat, which unite the Ismaili community as a whole. The Imam's love knows no physical boundaries. Neither a mountain, nor a river, nor a desert can become an obstacle to the Imam's love for the Murids. From the mouth of Maulana Shah Karim Al-Husseini, Aga Khan for Khanabadan, Khanabadan, Khanabadan. جماعت مولو اسخواهش که نامی دو گابین خدا زفت تملف دو جیوجه که من جسمانه اند آخر نیست یا به آخر اقانه جیوجه که من دون بر مریدین جیوجه که دستگاه ولایت دستگاه از من وین تو باز که چیز نیاد نه بیابانت نه تکور از پرایاتت نه تدریاوی است و به آخر یا اقرن جیوجه قلق بسیار. حالا باشد اجرای طلیقه مبارک مولانا حاضر امام. قرائت طلیقه در اجرای موکیانی صاحبه و کامریانی صاحبه. جماعت محبوب مولای یا علی مدد. Tariqa Mubarak of Maulana Hazrat Imam. The President and members is His Highness Prince Aga Khan, Shia Imami Ismaili Council for the United Kingdom, London. My dear President and members, on the occasion of my birthday, the 13th of December 2024, I send my warmest and my most affectionate, paternal, maternal, loving blessings to all my beloved spiritual children of my United Kingdom, Austria, Denmark, Finland, Germany, Italy, Ireland, the Netherlands, Norway, Poland,
and Sweden Jamaat. I give my best loving blessing for the souls of all my Ruhani spiritual children, and I pray for the eternal peace and rest of their souls. I am aware that the current geopolitical volatility in some parts of the world is a case of concern to my Jamaat. Throughout our history, my Jamaat has faced challenges with strength and aspiration that is derived from the Imam's spiritual bond with each murid. I give my best blessing for peace to be restored where there is discord, and for the safety and security of all my Jamaats. I would like my Jamaat to remain assured that, as Imam of the time, I am always with you, even when I am not able to be with you physically. My work for my Jamaat continues as always with members of the family taking on various responsibilities, and I am continuously providing guidance to my leaders. To all the spiritual children who have sent messages of congratulation and good wishes on this occasion, I send my best loving blessings. I send my most affectionate loving blessings for your good health and happiness, spiritual progress, worldly success, strength on faith, and unity, with best loving blessings from Mushkilasa. You are all particularly in my heart and my thoughts and in my prayers at all times. Yours affectionately, Aga Khan. Jamaat, let us recite the salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. جماعت محترم یا علی مدد، طریقه مبارک مولانا حاضر امام 10 دسامبر 2024 رئیس و اعضای انجمن ملی شیعه امامی اسماعیلیه حضرت بالا شاهزاده آقا خان در یونایتد کینگدم، رئیس و اعضای عزیزم، به مناسبت روز تولدم 13 دسامبر 2024 گرمترین، محبت آمیزترین دعاهای خیر پرمهری پدرانه و مادرانه خود را برای همه فرزندان روحانی جماعتم در یونایتد کینگدم، استرالیا، دنمارک، فینلند، جرمنی، ایتالی، ایرلند، the Netherlands, Norway, Poland و سویدن میفرستم. بهترین دعاهای خیر پرمهر خود را برای روح همه فرزندان روحانی در گذشتم میدهم. برای آرامش و آسایش رویشان دعا میکنم. میدانم که بی‌ثباتی ژئوپلیتیک کنونی در بعضی نقاط جهان مایه نگرانی جماعت من است. در طول تاریخ ما جماعت من با انگیزه و نیروی با دشواری‌های روبرو شده است که برآمده از رشته‌های پیوند معنوی امام با هر مرید است. بهترین دعای خیر خود را برای بازگشت صلح و جاهایی که درگیری وجود دارد و برای امن و امنیت همین جماعت‌هایم میفرستم. دوست دارم جماعتم اطمینان خاطر داشته باشند که من عنوان امام زمان همیشه با شما هستم. حتی در زمانهایی که نمیتوانم جسماً با شما باشم، کار من برای جماعتم مانند همیشه ادامه پیدا میکنند و اعضای خانواده‌ام مسئولیت‌های مختلفی را به عهده گرفتند و من پیوسته به رهبرانم ارشاد میدهم. به تمام فرزندان روحانی که پیام‌های تبریک و آرزوهای نیک به این
مناسبت فرستادن بهترین دعاهای خیر پرمهر خود را می دهم. بهترین دعاهای خیر پرمهر محبت آمیز خود را برای تندرستی، سعادت، پیشرفت معنوی، موفقیت مادی، قوت ایمان و اتحاد شما می فرستم. و همراه بهترین دعاهای خیر برای مشکل آسان. شما همواره جایگاه ویژه در قلب، در افکار و در دعاهای من هستید. در تمام اوقات با محبت قلبی فراوان آقا خان، لطفاً یک صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا علی مدد خوشحالی مبارک برای همه جماعت. در سر مرا هوای تو یا شاه کریم حسین، در سینم ولای تو یا شاه کریم حسین. نور و ضیای دیده بینای من بود، از گرد خاک پای تو یا شاه کریم حسین. عالم همیشه در نظر ما منور است، از نور پرضیای تو یا شاه کریم حسین. جان را چه قیمت است که آن را کنم دریغ، صد جان من فدای تو یا شاه کریم حسین. رهبری راه حقیقت بیگمان حاضر امام، شادان قومی که دارد حاضر و ناظر امام. بیگمان نسلی محمد همز اولادی علی، نور عینی فاطمه هم صاحب و طاهر امام. با توجهتان رقص دو کسه در اجرای خواهرانمان مشتری و تبسم.
اماممان را هیچ شک و شبهه نیست. می‌خواستیم سخنان رهبر سابق بانک عمومی جهانی را در وصف حاضر امام بیان نماییم که چنینند: مقدس است و این درست است. او نه تنها مقدس بلکه پاک از گناهان است. او نه تنها پاک از گناهان بلکه نکوکار است. او نه تنها نکوکار بلکه درستکار است. او نه تنها درستکار بلکه دارای اخلاق حمیده است. او نه تنها دارای اخلاق حمیده بلکه ارزنده است. او نه تنها ارزنده بلکه خیلی کامل است. او نه تنها کامل بلکه کاملا کامل است. در این عالم توی رهبر ایا مولا ایا مولا، بجز تو نیست کس سرور ایا مولا ایا مولا. تو آن ماهی شبی تاری، برای بیدلان یاری، شفاعت های بیماری ایا مولا ایا مولا. عدالت پیشه عالم، سخاوتمند چون خاتم، و مشتاقان توی همدم ایا مولا ایا مولا ایا مولا. به هر بیچاره تو یار، به هر غم خورده غمخوار، ز سر تا پا توی انوار ایا مولا ایا مولا. تو نوری خداوندی، بر رب العرش پیوندی، فزون زلمت دهچندی ایا مولا ایا مولا. خرد از کار تو حیران، نکو همت در این دوران، حقا حجت یزدان ایا مولا ایا مولا. حدیث لو خلط خوانم، ز روی او تو را دانم، فدای نام تو جانم ایا مولا ایا مولا. و من مات بود دیگر، حدیث و قول پیامبر، تو شاهی جمله بحر و بر ایا مولا ایا مولا. و کند است در قرآن، که یعنی هر گروه را دان، بخوانند با ایمان ایا مولا ایا مولا. نگردد منتقی نسلت، عجب والا نسب اصلت، رسد تا ایزدی وصلت ایا مولا ایا مولا. این نوبتی مدیه سرایان صفدر و همراهانش را به صحنه دعوت می‌کنم. مرحبا. با فلسفه شما. بیراهمنم برنده را توی، هر مورچه که دم زند در ته چاه، غذای دل مورچه آگاه توی.
بطاق گلشن و سرا حالی گویم علی جویم علی روح رفانی من علی گویم علی جویم علی آرام جانی من علی گویم علی جویم علی ذکر زبانی من علی گویم علی جویم علی ایدر علی صفدر علی گویم علی جویم علی مونس علی دلبر علی گویم علی جویم علی بودار پیغمبر علی گویم علی جویم علی سلطان مالکی جان علی گویم علی جویم علی شانشه خوبان علی گویم علی جویم علی آینه یزدان علی گویم علی جویم دلبر این دنیا مبند دنیای فانی بگذرد نوبتی پیری در آید نوجوانی بگذرد ای تو داری باغ و بوستان خوشترا با مملکت باغ تو ویران گردد باغ بانی بگذرد ای تو داری زور و بازو در جوانی پالوان زور و در بازو نماند با لوانی بگذرد یه جان چون کوی باشد جان من چون کاروان عاقبت بگذر از این پول کامرانی بگذرد شمس تبریزی هنرمندان همه در زیر خاک این هنرمندان چنینی کن رانی بگذرد باز در جلوه در آن نغمه سراخته کشاد توده فکرم با خدا شب ترنم بنا فکر چرا ذکر خدا دوی مجان ساز آیان گوی بیان چند میوان ورد زبان روز و شبان از دل و جان ذکر خدا را که بود خالق اشیا آهد عین توانا صمد قادر دانا ملکی واحد یکتا همه جا آسرا پیدا زیسری تا به سریا همه آن دیده بینا آهد نمیزن است آن ملکی به بدل است آن سمیان به مسئله است آن با یقین به خلل است آن ابد است آن ازل است آن که بود روز ازل است منو تمید خدا قوت و یارا شنوارا شده هر ناطق لالش نرسد کس به کمالش نبرد رو به سالش متوکل به خیالش شب و روز و موسالش که خداوند ز قدرت ماه خوش منور کند و باز
مش از آن بالا برارد ثمر از هر شجرارد ثمر از هر شجرارد ببری به پسرارد پسری به مدرارد همه اینها بسرارد شب ظلمت قمرارد ببر شمس حرارد ز دل شکرارد ز دریا گوهرارد ز بقر هم برا سارا جوانان امروز واه چه خوش چهره این اهل جماعت بنگر خاطری به غم و غصه لب خندان امروز طبل زن چنگ نواز شعر بخوان شادی کن بهترین فرصت خرسندی یاران امروز پیش از این راه مریدان چو شبی یلدا بود هست در راه همه مشعل رخشان امروز حالا باشد نوبت را به مطرب خوش صدا و خوش نوا برادر خوشدل خواهیم داد. مرحبا. علی علی مولای درویشان صفا بخشی دلی ایشان بهر درد پی درمان علی گویم علی جویم یاری سبای هر شهرم بهر لطف و بهر عنوان علی گویم علی جویم بهر لطف و بهر عنوان علی گویم علی جویم اگر اهلی خراباتم وگر شیخی مناجاتم اگر اهلی خراباتم وگر شیخی مناجاتم بهر آیین بهر داستان علی گویم علی جویم بهر آیین بهر داستان
بود